خب عزیزم، چشمات رو ببند تا قصه امشب رو برات تعریف کنم. در یک دهکده آرام، لیلا کوچولو خواب ستاره ها را می دید و شیشه‌اش با جادویی درخشان می درخشید. وقتی ماه بالا آمد، لیلا آرام از خانه بیرون آمد و آماده برای یک ماجراجویی بود. لیلا به سمت تپه دوید و قلبش زیر آسمان پر ستاره تند می زد. سپس ستاره‌ای کوچک را دید که فقط برای او می‌رقصید. لیلا ستاره را تعقیب کرد و از میان درختان پر سر و صدا و مسیرهای پر از نور گذشت. از روی درختان افتاده بر روی زمین و زیر تاک‌ها عبور کرد و به دنبال نور درخشان ستاره بود. انگار تمام حیوانات جنگل لیلا را تشویق می‌کردند. در یک درختزار درخشان، ستاره ایستاد و منتظر تعقیب کننده زیبایش شد. ستاره نجوا کرد. من گم شده‌ام. فقط تو می‌توانی مرا به خانه ببری. لیلا قد راست کرد و قلب شجاعش آماده بود تا شب را نجات دهد. او درخت بزرگی پیدا کرد که شاخه‌هایش به سوی ستاره‌ها دراز شده بود. شروع به بالا رفتن کرد و با دستان کوچک و قویش به آسمان نگاه می‌کرد. چند بار لغزید، اما لیلا هرگز تسلیم نشد و شیشه‌اش را محکم در دست گرفت. بالا و بالاتر رفت و به ستاره‌ها نزدیکتر شد. در قله لیلا ایستاد و شیشه‌اش مانند قطعه‌ای از آسمان می درخشید. او شیشه‌اش را باز کرد و ستاره آزاد شد، درخشنده و روشن. ستاره مثل یک صورت فلکی منفجر شد و شب را برای همه روشن کرد. اهالی دهکده در شگفت شدند و با حیرت به ستاره جدید نگاه کردند. لیلا با راز خود به خانه برگشت و دلش پر از نور ستاره ها بود. لیلا لبخند زد. می دانست که شب را نجات داده است.